دوستای گلم سلام. آقا یه کمک. من قبل از اینکه گلای روزمو می‌خواستم هرس بکنم، هر سال هرس میکنم، خب دوره در میان، بعد یه خورده می‌خواستم تمیزشو کنم، ولی حیفم اومد. گفتم که چجوری میتونم من از این گلای روز بیشتر بگیرم. من چندین تا کار کردم ولی حالا من این کاره نیستم. اینو ممنون میشم برای دوستاتون حالا شیر بکنین، دایرکت به من بدین، کامنت بزنین ببینم که چجوری میتونم این گل روزو بیشتر بکنم. مثلا شاخه رو بریدم کردم توی خاک، خوش شد. شاخه رو بریدم گذاشتم توی آب، ریشه نداد. بعد یه قسمتی هستش پوستش رو دیده بودم میکنن، مثلا دورش رو خاک میریزن، آب میذارن 2 ماه 1 ماه بمونه، از اونجا شروع میکنه به ریشه دادن. اینم نشد که اصلا سیاه شده. بعد دیگه تقریبا هر کاری که بلد بودم و دیدم و کردم، ولی در نمیاد. هر کاری میکنم تعدادشو نمیتونم زیاد بکنم. گل روزم تو امریکا کلا گل گرونیه، یعنی اینقدر شاخه‌شو مثلا از اینجا رو مثلا اگه با ریشه بخوام بهتون بدن تو همین 2 وجبو $20 $30 و پول بدین. بعد یه خواستم که گفتم قبل از اینکه اینا رو هرسشون بکنم، من چجوری میتونم از این گل بیشتر بگیرم. خیلی هم گله خوش رنگی داره، صورتی قرمز، خیلی خوش رنگه این گل روزش. خلاصه خیلی هم بزرگه. گفتم که یکی راهنمایی بکنه انشالله که بتونم از این گلای روز زیادشون بتونم بکنم.